به نام آن که نامش بهترین نام هاست و یادش آرامی بخش قلب هاست. به نام خداوند بخشنده مهربان نهایت با رحم. قصه اید برات بخش برای جوانی که دارای عقل و مفهوم والایی هستند و این قصه برای همه ما از جمله مسلمانان داخل دارد. حتما تا آخر بشنوید و اندیشه نمایید. میگوید جوانی در زمان دانشجوییش با دختر عشق ورزی می نمود و عاقبت آن دختر از او حامله دار شد. خانواده دختر این را فهمیده به نزد جوان آمدند و گریبانش را گرفتند. جوان گفت من کاری نکرده ام، روید دختر خودتان را پیش راهشان را گیرید. اگر راضیگی او نمیشد من این کار را با او نمی کردم. خانواده دختر شرمسار از خانه آن جوان بیرون رفتند. عزیزان من، آیا با آن کار زشت و بد این جوان ناخلف در حق خواهر یک مسلمان، دختر یک مسلمان، مادر یک مسلمان با او باز نمی گردد؟ بار یک جوان نزد پیامبر خدا آمد و گفت من می خواهم زنا کنم، آیا بر این اجازت می دهید؟ رسول خدا درود بر او با یک اخلاق حمیده گفت ای جوان، آیا دوست داری که یک شخص با همسرت زنا کند؟ آیا دوست داری که یک شخص با خواهرت زنا کند؟ آیا دوست داری که با دختر و مادرت زنا کنند؟ جوان گفت به خدا قسم هرگز نه ای پیامبر خدا. گفت پس هرچی را که برای خود نمی پسندی، یعنی دوست نداری، به برادر مسلمانت نیز آن را نخواه. خلاص روزها می گذشتند. به روز جوان به خانه آمده مادرش را دید که روی حولی داد میزد و بیهوش میشد. چون او را به هوش آورد باز داد بلند کشیده از هوش رفت. بعد چند چون به هوش آمد میگریست و میگفت خواهرت. جوان گفت چی خواهرم؟ به او چی شده است؟ مادرش گفت خواهرت از پسر همسایه حامله دار است. جوان خون به سرش زد و به خانه همسایه دوید. پسر همسایه را از گریبانش گرفت و داد زد که چرا این کار را کردی؟ پسر همسایه گفت من کار نکرده ام و من نمیدانم چی میگویی. جوان گفت آخر با خواهرم چی کردی؟ پسر همسایه گفت چیزی نکردم، خواهرت را بگیر که او خودش این کار را کرد. همان لحظه میگوید به یادش آن دختر و خانواده او آمد که وقتی برادر آن دختر گریبانش را گرفته از او میپرسید، از این جوان ناخلف میپرسید، همین طور بی‌پروایانه جواب میداد. دیگر دستش میلرزید و فهمید که آن لحظه ناگوار به سر خودش آمده است و از خانه همسایه بیرون آمد. روزها میگذشتند و جوان با دختری عائله برپا نمود. چون شب اول به نزد عروس در آمد دختر باکیره نبود، یعنی دختر نبود، دختریش را از دست داده بود. با گریه و تضرع از او خواهش میکرد، از جوان خواهش میکرد که گناهش را بپوشاند تا خداوند او را نیز ببخشد، زیرا به خاطر به این گناه دست زده است و خودش هم پشیمان است. جوان میگوید گریه میکرد و
اما دیگر گریه کردن سود نداشت. با امر پروردگار صاحب یک دخترکی دوست رویکی شدند که چون ماهتاب شب 14 زیبا بود و خوش صورت بود. هنگامی که 6 ساله بود روز دخترش گریه کنان از در آمد. پریشان حال بود و لباسهایش خونالود. دوان به سوی دخترش رفت و پرسید که به تو چی شده است؟ فهمید که از سوی نگهبان ساختمان نزدیکی خانه‌اش مورد تجاوز قرار گرفته است. دیگر به خود نمی آمد و گریه کنان می گفت پروردگارا بس است، دیگر بس. این چی روزهایی است که می بینم؟ این همه به آن خاطر بود که آن دختری که در دانشجویی به او دست دراز کرده بود برادر داشت که از این کار شرمسار شده بود و پدری داشت که از این مصیبت دخترش غمگین بود و افسرده حال بود و او را نیز به جوان بزنی دادند که اون جوان نیز میخواست اولین مرد همسرش باشد. پس ای برادرم، ای برادری که این لحظه صدای مرا میشنوید، پیش از آنی که به گناه آلوده میشوی بیندیش، فکر بکن تا خداوند تو را نیز به چنین حال و روز گرفتار نکند. این همه برای آن جوان جزایی بود که در دنیا به چشم خود دید و در آخرت خدا داناست که چه عذابهای او را انتظار است. البته دوستان عزیز، حدیث پیامبر خدا است، سخن از زبان پیامبر خدا است، سخن من نیست، سخن یگان معلم نیست، سخن از زبان پیامبر خدا است که میگوید هر معامله را که در دنیا کردی اون معامله را در همین دنیا انتظار باش. قسم به خدا سخن پیامبر خدا هیچ وقت دروغ نیست، هیچ وقت. هر چیزی که گفت در همین دنیا میبینی، البته خواهی دید. جان برادر، روزی دراز در سایت با خواهر و دختر و همسر و مادر برادرت در صحبتی آیا بار هم فکر خواهر و همسر و مادرت رو کرده ای؟ امروزها میگویند که جوان دلیاب بوده است. قسم به خدا روز جوان پیدا می شود، جوان دلیاب پیدا می شود که دل خواهر تو را می یابد. قسم به خدا روز جوان پیدا می شود، جوان دلیابی که دل همسر تو را می یابد، دل مادر تو را می یابد. پس ای برادر عزیز آگاه باش. آیا می خواهی که مثل تو اشخاص پیدا شوند و آنگونه که با دختران و خواهران و مادران مردم صحبت میکنی صحبت کنند؟ آیا دوست می‌داری؟ آیا می‌خواهی که به ناموس تو یک فاسق ناخلف رسد، در حالی که تو به ناموس برادر مسلمانت میرسی؟ عزیزی دلم، خوب اندیشه کن و آگاه باش که حالا حیات و زندگی ما در پیش است. حالا هم فرصت داریم، من و تو ای جوان عزیز حالا هم فرصت داریم. امروز که حیات هستیم، امروز رو که در اختیار داریم، یعنی این فرصت داریم توبه بکنیم. همچون یک برادر خیرخواهتان توصیهتان میکنم که توبه و بازگشت به سوی خدا کنید، یک جایگی و دیگر آن کارهای فسق را ترک نماییم و درستی که امروز یا فردا خواهیم مرد و آنچه که در حق مردم کرده ایم خواهیم دید. عزیزان من، در این باب حدیث ها و قصه های بیشمار وارد شده است که اگر اینجا ذکر نمایم شاید وقت کمی کنم. پس به همین خاطر دوستان عزیز از الله متعال می خواهیم که پروردگار چشم های ما را نظر کردن
از نظر کردن زنهای نامحرم پروردگار نگه بدارد. در آخر سوال می شود، همچنانی که وعده کرده بودیم، بسیار برادران در سوالایی که در موضوع گذشته بود جوابهای بسیار خوب درست دادن. انشالله امروز هم تصمیم گرفتیم که یک سوال شود و فکرهای خود را در زیر ویدیو بنویسید. سوال چنین است: سال تولد امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت امام اعظم چند است؟ جواب: 80، 85، 90، 92. فکرهای خود را در زیر ویدیو بنویسید. با شما بودم بنده عبدالله، یکی شما را از برای الله پاک دوست می‌دارم. خدا یار و مددگار ما و شما باشد دوستان عزیز. و السلام علیکم و رحمت الله.